آمیر پس از رهایی از بازداشت در ولایت نارام شینجان چین به ترکیه پناه برد. میگوید یگانه گناهش این است که مسلمان است. هر گونه بهانه برای بازداشت کافی است. ریش گذاشتن، رفتن به نماز جمعه، دعا در جنازه، گفتن سلام علیکم کافی است که دستگیر کنند. نام محمد را داشتن کافی است. همه چیز را بهانه میکنند. گروه تحقیقاتی سازمان ملل میگوید در ولایت شینجان اویغور و عمدتاً مسلمان نشین چین تقریباً 1 میلیون اویغور را خودسرانه در اردوگاه‌های تربیوی نگه می‌دارند. آمیر را بعد از 7 ماه زندان به یکی از این اردوگاه‌ها بردند. یک روز من همه خواسته های آنها را رد کردم. گوشت خوک نخوردم و با زبانشان گپ نزدم. در آنجا شما حق ندارید که طبق عقیده خود فکر کنید. باید چینی فکر کنید و باید چینی گپ زنید. باید روی نشوید، غسل نکنید. اگر دست شوید میگویند که غسل کردی و تو تروریستی. ایدئولوژی دیگر داری. اگرچه کشورهای زیادی مسلمان نشین در مسئله اویغورها سکوت کردند، اما ترکیه یکی از آنها است که آشکارا در این باره صحبت میکند. رهبران ما باید به چین بگویند اگر میخواهند با ترکیه رابطه خوب داشته باشند، پس به این مسئله حساس برای ما بیشتر اهمیت بدهند. این اردوگاه ها باید خالی شوند و آنهایی که بیگناه در زندان ها رنج میکشند باید آزاد کرده شوند. اما مقامات چین تاکنون هر گونه انتقاد و ادعاها درباره اردوگاه‌ها را بی اساس خواندند.